در ولایت دایکندی یک شخصیت افسانه‌ای است به نام الخوتو که بزرگسالان برای ترساندن کودکان از او استفاده می‌کنه. اما باید بدونین که دایکندی یک ولایت کوهستانی، افرادی که نزدیک کوهستان‌ها زندگی می‌کنن، برخیشون می‌گویند با این موجود روبرو شدند. ولی الخوتو یک شخصیت نیست، بلکه الخوتو در ولایت دایکندی واقعاً وجود داره. و مردمی که با اون روبرو شده میگن الخوتو یک نوع ترسناکترین نوعی از قبیله جن هاست که در دایکندی وجود داره. میگویند الخوتو یک زن سیاه پوش با یک چهره خیلی ترسناک و سیاه است که اکثریت در غارها یا دور به آسیاب‌ها میشه او را پیدا کرد. و ترسناکترین ماجرا اینجاست که میگه الخوتو 2 دست و 2 پا داره مثل ما آدما، اما یک دست اضافی روی پیشانیش داره.